چطوری بس نکساز خیلی خوش اومدید به این ولاگ از روستای ماهیان. روستای ماهیان در شهر گرگان قرار داره در شمال شرقی ایران. خیلی سرش ایشون فیلم بردار منه. بگی فیلم بردار. یه صابون خیلی بردم اینجا بود. بچه اون صاحبه شما پسره. اونا پیش 2 تا سگ خاپوی بچه داره پیش اونا. این روستا خیلی سرسبز و جنگل منجله. اهالی این روستا میبینی همه پولدارن. جدی میفرمایی؟ براشون روستاییه. بچه ویلا رو فقط نمیخواه. حالا از شانس ما بعد یه ویلا گند گیرمون اومده. اگه اون ویلا همین ویلا نگرفته بودی بعد اینجا بره گوسفندا بخوابی. این روستا با مثلا 1000 جمعیت مثلا دقت کنید مثلا با 500 کیلومتر مساحت استان گلستان قرار داره. بس اینجور این تیکه هم خیلی خوش آمده. مثل تونله که دورش سرسبزه. ناموسن؟ ایکسی بایسکی هم داره این ولاگ میده. بدبخت من هر کاری میکنه ایکسی بایسکی هم میکنه. آقا صبحش نکنید. آره صبحش تو کامنت ها بنویسید ایکسی بایس مسخره است. آره آفرین. ایکسی بایس اسکوله ایکسی بایس که به بچه ها باید سابسکرایب کنم. سابسکرایبش نکنید نه علیکی سابسکرایب شد. روستای خوبیه سرسبزه اما جادهش خیلی بده خودش. یه آبشار قشنگ داره این روستا. من میبینیش کیف میکنه. یه غارم داره به نام چی؟ چی؟ نمیدونم ولی قدیمی ها یعنی میدونن یعنی معتقد بودن که تو داخلش جن وجود داره. یعنی شب ساعت 2 اینا از 1 گذشته مثلا هر کسی اونجا عکس بگیره یه پیرمردیه که سینا شکلشون رو میدونیم دیگه. گفتی بود که پشت سر یه پیرمرد اینطوری تازه عکسش هم بهمون نشون داد. آره این واقعیه. آبشارش توش آبیه تو قاره. یه آب قرابه سنگ بستی خیلی قشنگ بود. بعد سگا آب میچکید از چشمه بود. آبش به حدی خوشمزه بود که نگو نخور. سینا تست کنه آبه. راستی اگه میخواید براتون ویدیو تست کردن آب‌های مختلف بزنن حتما سابسکرایب کنید. و لایک و کامنت به بالای 24 تا برسونید براتون چیز می‌کنم. آره. این ویدیو رو بالای 24 تا برسونید لایک براتون انجام میدم. راستی تو کامنت ها بنویسید چه دست ویدیو میخواید گیم دوست یا ولاگ هرچی براتون میذارم. سلام علیکم. علیکم السلام. منم گفتم یکم تو ویدیو بیام. سلام. آقا فیلم نگیرم من فیلم میگیرم. خدافظ. عکس سلام. اینا بذارید. یه پشماقه. خب. ما رو یوتیوبرای دیگه میگن اگه به بالای 24000 تا برسونید ما 24. آقا دیگه بخشید شروع یوتیوب اولی که گذاشتم واقعا 10000 تا بازدید داشت. نزدیک 100 تا هم لایک کردید. دمتون واقعا گرم. فقط یه سوال چرا ویدیو دوم 26 تا بازدید داشت و ویدیو بعدی 4 5 تا بازدید؟ نه اولی خیلی بازش خوب بود. سلام و درود خدمت. این خودش باشماقه به خدا. این روسا ماهیانه. نه شما بهش نمیگه خشکیان یا ماهیان. خوشیان. الان میگم به ما توهین میکنه. آقا اینا که ماهیانه و توش یعنی آدمایی که اصلا ماهیان. اسپانسر این برنامه سنگ. بفرمایید سنگ. اسپانسرای برنامه در زیر پای ما دونه دونه له میشن. چقدر شد ترافیک؟ 4 دقیقه بچه ها. عالی. ما دیگه از این جاها شروع میکنیم دیگه. فکر کنم همه یوتیوبرها از این جاها شروع کردن دیگه. همه وضعیتشون که عالی نبوده و اینا. نگاه کنید. ماشین فیلم بردار اینجاست. ماشین ایکسی وایس فیلم بردار ایکسی وایس اونجاست. ماشین بنده اینجاست.
اون پشت ماشین بنده ماشین بچه ویلای ما اینه دقیقا همینه. پشت ماشین بنده بیاید نشونتو بده. ماشین بنده. ماشین فیلم بردار. فیلم بردار. این ماشین فیلم بردار ایکسی وایسکی. این ماشین سینا ایکس آر. یا حضرت عباس دلهاد ماشین بنده و اون جک جی فوره که اون پشتن ماشین ایکسی وایسکی. یا خب حالا اینطور باید سانسور کنید. همه معلوم شدن. بچه کسایی هم که دیدین دیگه فامیلا و همه کسایی هم که باشون اومدیم سفر و اینا دیگه آروم باشید. آدم میبینه دلش من استرسم فقط در اینجاست. خوشم نمیاد اصلا. کافی بدا این ویدیو رو تو یوتیوب آپلود کن. اوکی. واقعا یه روستای خوب مشتی آدم حال میکنه. ببین من زدم خیلی قشنگه. البته هیچ جا که ماشا نمیشه. هیچ جا. اینجا اگه اومدی هیچ وقت نت کاری نداشته باشی باش. ببین نت صفر. میشه خیلی بچه بایستید صاحب اون سگه. آره بسیار گلیا. بچه یه لحظه. یا خدا صاحب گلم هست. یا خدا بچه بوزار اگه بخواست کنم این ویدیو رو استوب میکنی با یه بخش صاحب گله دوست داشته باشه. دو تا پشمالو ببینی نه اینجا واسه گلت اپو اینو عزیز واسه گلت سینه بذار اپو واسه گلت خیلی دوستش دارم. نرو چی این کارو کردی؟ روستای سرسبز خوب. یعنی بچه حتما اگه اینجا دقیقه همین قسمت اومدید اون هاپو همیشه اینجا. اه؟ ناموسن؟ بریم یه سر بهشون بزنیم. خیلی ولی قشنگ و سرسبزه. یعنی ببین روستای سنجاقک اسمشو باید بزنم. ببین کلش سنجاقک. مثل من اگه فوبی حشره داشته باشی اینجا نیا. تو اینجا پل حشره است. چرا این اومدی اینجا؟ من مجبورم خود بچه‌ها اومدن اینجا. ببین یوتیوبر چه حالی داره توش. یعنی ببین اونجا فکر نکنم حتی خونه باشه. بیاید بچه‌ها یعنی گندترین ویلا اینجا قشنگی داره. فقط ببینید طلا طلای اصل. ببین داخل ویلا گرفتیم براشون بدم. داخل ویلا گذاشته. اصلا چقدر گذاشته کافی بدم. گذاشته 7 دقیقه بنازم. تا 10 دقیقه فرصت داری چون دقیقه بیشتر باشه تا برای ادیتور بفرستم طول میکشه. بچه اونم اون خر صاحب خب بس برگشتیم دوباره بیا اینجا ویلای ما. ویلایی گرفتید یه جور تاپ داره بچه اگه سر صدا زیاده ببخشید. نه وایسا ممکنه تو یوتیوب نتونم پخشش کنم چون خیلی چیزه آره بچه آپلود نمی‌کنم 2-3 ماه دیگه آپلود می‌کنیم. خب 2-3 ماه دیگه نه تا آخر ما آپلود می‌کنیم. بچه اینجا یه دونه تاپ داره. تابو ببین آقا یک هلو ویلا یه تاپ داره که من وقتی اومدم از توش تکون نمی‌خوره. جدی میفرمایی؟ خودش این تابش خیلی یه لحظه من بشینم به بچه ها نشون بدم. وایسا بذار بشینم سینا. یه لحظه بلند شد. نکنیم بچه این تابه امنم هست نگرنه هیچی نباشیم در مورد این موضوع. خیلی حالی من نشستم روش. یا خدا بچه‌ها میخوام براتون یه چالش بزنم تا آخر شب سعی کنه خندی. خب اگر بخندی اسم شرط باید کامنت کنی ببینم کیا اهل ماهیانن ها. معطل نگهتون نمیدارم ویدیو رو قطع کنیم. خداحافظ بدرود.